سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از کانال خودتون. توی این ویدیو به شما شاتگان شلاقی پارت 1 رو آموزش میدیم. اول از همه برید توی تنظیمات و در قسمت بیسیک گزینه کویک و پن سویچ رو روشن کنید. سپس شاتگان رو روی دوش راست کاراکتر قرار بدید و یک شیب توی مپ پیدا کنید. و به ترتیب اول اسلاید، دوم جامپ، سوم تیر و چهارم روی گانتون سویچ کنید. دقت کنید که بدون مکس باید انجام بدید و روی یک شیب مناسب، اگر نشد کاملا عادی حداکثر تا یک هفته میتونید بدون هیچ ایرادی شاتگان شلاقی بزنید. روی پله ها هم میتونید بزنید. کانالمون رو ساب داشته باشید که پارت 2 رو هم میذاریم.